یو واتساپ گایز، چون شما من بخشیم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز دوباره میخوایم ماینکرافت بازی کنیم. ماینکرافت اگه سری قبلیش ندیدید حتما برید نگاه کنید که اونجا ما یک XP فارم درست کردیم. بعد تمومش که کردم نحوه چیشو بهتون گفتم، عمل کردشو اون چیشو. بعد تو آفلاین هم یکم درستش کردم، یه چند روزی حوصله گیم نداشتم و این که دلیلش رو شاید شما خیلی بدونید، خیلی اگه نمیدونید به خاطر کشورمه. قبل این که بریم سراغ ویدیومون حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو اگه که ندارید حتما سابسکرایبش کنید. امروز قراره که واسه خودم یه چیز دیگه درست کنم. قبل این که بهتون بگم حتما بریم تو بازی تا اونجا بهتون نشونش بدم. خب لیتس گو. سلامی مجدد از شهر مالتان. اینه که میبینید اون روزی من درستش نکردم. این همون مزرعه‌ایه که اون طرف بود. گفتم یه تزیینش کنم، درستش کنم. تو آفلاین بودم درست کردم، ولی دیگه ببخشید اگه شما نبودید، دیگه ببخشید. خب میرم نشونتون میدم اول، بعد بریم سراغ اون کاری که میخواستیم انجامش بدیم. و این تریدینگ هال بود. هنوز من زامبی نیاوردم اینجا. صدای چی بود؟ صدای اینه. ببینیم این مهمانمون چی آورده واسمون. خب اینا رو که ما نمیخوایم، همه رو دار. این چیه؟ پوشن آف اینویزیبیلیتی. اینو من بخورم یعنی ناپیدا میشم، تو دید نمیشم، نامرئی میشم. خب قبل این که بریم سراغ اینا، من این XP فارمم اونجا بود، درستش کردم اینجا. بعد این بلوکاش هم خوشگل کردم، یه 6 طبقه کردم تا چی زامبی بهتر بیاد پایین. خب میریم اونجا نگاش هم میکنیم. اینا رو من اینجا گذاشتم به خاطر اسمیل کردن این سنگا که خیلی واسم زمان برد. سنگو هم که خودتون میدونید ما از کجا میاریم، از این غار خوشگل. میریم این داخل و اونجا سنگ میاریم. خب فعلا اینا رو ولش کن. اینم از مزرعهمون. من همینجوری استیل خودی یک دکوراسیونی کردم. حالا اگه خوشتون اومده حتما لایکش کنید. بعد دیگه بریم سراغش. این گندم هم، این شوگره، اینجا هم هویجه، این هم سیب زمینیشه. این لامپا رو زیاد کردم به خاطر اینکه زامبی اینجا اسپون نشه. الان میگن بهتون دوباره. خب من یه سرم رفته بودم اون بیرون، اون طرف بود ریگستان بود. بعد اینا رو داشت، من از این کاکتوس هم آوردم و تو جنگلم از اینا پیدا کردم که رویشون اینجوری گذاشتم به خاطر این که من اگه برم کنارشون بهم ضربه نخوره. خب اینم از فارم. این اسمش چیه فکر نمیدونم. خب اینم از درختی که واسه تازه این اینجا درستش کردم. بعد این مسیر میره جلوتر. اینجا هم میخواستم یه چیزی درست کنم، ولی امروز ببینیم اگه شد درستش میکنیم، چون میخوام یه چیز دیگه اولش درست کنم. و بریم سراغ این انباری. این انباری رو من تزیین نکردم، فقط همینجوری درستش کردم. اگه خوشتون اومد حتما درستش کنید. این انباریه. این کدو تنبل اینجوری کردم اینجا گذاشتم که واسه نماشه. بعد اینم اینا. اگه اینو میپرسید چیه، داخل این همون چیه گندم، دونه گندم میمونه، میذارم اینجا. بعد از اینجا بیاد اینجوری از اینا میشن، یعنی بون میله. بون میل اگه بزنم اینجا سبز میشه، اینجوری میشه. خب به خاطر این نه، به خاطر یه چیز دیگری این بون میله رو لازم دارم. خب این گله بذارم اینجا بمونه. میخوام این طرف یه چیز دیگه بهتون نشون میدم. اینا رو که گفتم گذاشته بودم واسه سنگه ها که خیلی واسم زمان برد. امروز میخوام یه چیزی درست کنم. وقتی چیزایی که میخوام اسملت کنیم مثل آیرن، گولد و باقی چیزا که من اینجا خیلی هم برداشتم گذاشتم. بعد واسه اونا میخوام یه چیز درست کنم. البته اسمشو نمیدونم، ولی یک اتوماتیک که دیگه خودش درست میکنه. بعد اینو بذاریم کنار. من اینجا یه راه دوباره اضافه کردم.
از این راه که میایید مستقیم میرید اون برج خلیفه. اون برج چیه؟ ایکس پی فرمامه. خب میرم بهتون نشون میدم. اینجا هم یه پل خوشگل زدم که یه نمای خوشگلی به سیتی من بده. اینجا رو فعلا نپوشوندم به خاطر اینکه ازش خوشم میاد. حالا نمیدونم چرا ولی ازش خوشم میاد. نمیخوام طبیعت رو به هم بزنم. اگه اون طرف رو صاف کرده بودم به خاطر اینکه میخوام اونجا یه چیز دیگه درست کنم. بعد اینم مسیرش اینجا رو یکم تراشیدم به خاطر اینکه این کناره خوشگل بشن. بعد اینو یه کارش میکنه. بعد بریم بالاتر. اینجا رو هنوز من هیچی نذاشتم، فراموش کردم، نمیدونم چطوری. خب اینو فعلا ولش کنیم بریم بالاتر. من وقتی اینجا رسیدم بعد متوجه شدم که این دهنش اینجاست، یکم ناجور شد واسم. خب حالا که درستش کردم خیلی واسم زمان برده بود، نخواستم دوباره خرابش کنم و درستش کنم. یه راه اینجوری درست کردم. بعد یک نمای اینجا دادم که مثلا اینجا میخواییم خونه یا شهر خودمون رو ببینیم. خب اینم از این. الان اینجا وایسم دیگه زامبی میاد. اینجا میبینید همه رو ما کشتم به خاطر این که چی لازم داشتیم، XP لازم داشتم به خاطر این که این چیامو چی کنم، انچنت کنم. سلام اکریپره. خب این صدایی که دیدید از شمشیر من بود. شمشیر من یکم قوی شده و این مسیر رو هم درستش کردم تا اینکه به روستا بریم. خب اونجا رو که فعلا درستش نکردم به خاطر اینکه میخوام اون روستا کم خوشگلتر بشه، ولی بعضی از خونهش تو اینجا باشه. بعد اینجا هم باشه دیگه، انشالله خوشگلش میکنیم. اون بماند واسه سری بعدی. خب من اینجا رو درست کرده بودم به خاطر اینکه یک مثلا اینجا بمونم تا اینکه اینا بیان پایین. ولی الان ولش کن، میخوایم بریم. خدای شما از اینجا ببینید این شهر رو، از اینجا ببینید چقدر خوشگل در اومده. به خاطرش حتما ویدیو رو لایک کنید دیگه. خب بریم سراغ کارمون که قرار خیلی طول بکشه. نمیدونم خیلی طول میکشه یا که نه، ولی سعی میکنم زودتر درستش کنم. برم وسایلمو بردارم یه کم بخوابم و بعد میام درستش میکنم. Few inches later. و اینکه یه چیز دیگه بهتون بگم، من این همه کتاب مثلا این کتابا بودن با استفاده از این انچنت کردم. خیلی از کتابا مثلا پاور داره ولی پاور خود چی هم درسته. سیلک تچ داره. سیلک تچ میخوام به یکی از پیککسام بزنم ولی فعلا یکی درست کرده بودم نزدم. و این که خیلی از اینم نمیدونم واسه چی هن، بعضم همینجا گذاشتمشون. خب اینم از این. و بعد امروز مثلا آیرن زیاد لازم داریم. آیرن که من خدا رو شکر به خاطر اون چیه آیرن زیاد دارم. چوبم لازم دارم، چوبم رو بردارم. بعد تمپرری بلوک برداریم. بعد ردستون هم لازم دارم. فکر کنم ردستون فقط 4 تا بردارم. فکر کنم 2 تا لازم هم به، ولی بازم ببینیم شاید لازم شد. و اینجا اول میام اینا رو اینجوری میکنم. یه چند تا مثلا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7. نه از این چرا من دارم درست میکنم؟ فراموش کردم از اینا باید. خب از این مثلا 10 تا من درست میکنم. 10 تا از اینا. خب اینم از 20 تا. بعد ردستون میخواد. یکم جعبه میخواییم. یه استک از اینا بکنم، جعبه هم بذارم که به دردم میخوره. خب چیز دیگری فکر نکنم نیاز باشه. حالا بریم پایین ببینیم. اگه نیاز بود که ما همه وسایل رو داریم. خب اول اینا من از اینا داشتم. خب چرا من اونا رو درست کردم؟ اینا رو بکنم از اینجا. بعد اینو به جای این که اینجا بذارمش میخوام این بالا بذارمش.
مثلا اینجا میذارمش، چون نمیخوام زیاد به طبیعتم دست بزنم، میخوام بمونه. خب از اینجا شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا اینجا مثلا میاد، ولی اینجا رو باید درستش کنم، اینجوری نمیشه. خب ببینم تا چقدر میشه اینا رو جلو آورد. بینم از این بعد روی اینا باید چی بذاره، مثلا از اینا 1 2 تا 3 تا 4 تا اینجوری سرشون به طرف جعبه باشه. اینا رو که گذاشتم، بعد دوباره این بالا هم میذارم. این بالا به خاطر چیه الان میبینید. خب اینا رو که بالا گذاشتیم، بعد این چی اسمشون من فرنس اینا رو اینجوری میذارم که دهنشون به طرف روستا باشه. روستا یک شهر میشه، ولی همون اینا رو که اینجا گذاشتیم، اینا رو نباید پایین میذاشتم، باید پشت اینا میذاشتم که خوب اشتباه کردم، دوباره میذاریمش. خب 10 تا شد. اینا رو پشت اینا میذارم که الان من ریل درست نکردم، ولی رو اینا مثلا ریل میره، اون قطاره، بعد رو اینا هم میره که اینا رو چی کنه، مثلا همون سنگی که من گذاشتم بره اینجا اسملت بشه، یا که آیرن یا هر چیزی من میذارم اینجا میره اسملت میشه، خود به خود میاد تو این جعبه دیگه، راحت میتونم برش دارم. خب من ریل نه آوردم، باید برم اون بالا دوباره وسایل جمع کنم و بیام، ولی فکر کنم نه ایران من کم دارم. خب برم الان زود میام. خب وسایل مورد نیازم رو آوردم و یه چند تا کولم بود اونا رو آوردم. فعلا کولا رو بذارم اینجا، بعد برم بالا اینا رو درستش کنم. 1 2 تا 3 تا و این که یک لحظه اینو بذارم به سنگا تبدیل به اونجوری بشن که این طرف یکم سنگ نیاز دارم، به خاطر همون میخوام اونا رو بزنم. خب اینجا یکی مثلا میذاریم، بعد یکی اینجا و رو اینا مثلا اینا رو میذارم. خب اینا بذار تموم بشن، ولی من دوباره فراموش کردم که بهتون بگم یکی مثلا اینجا میذارید، بعد اینو بالا میذارید. به خاطر چی الان بهتون میگم، به خاطر این که بعد این اینا رو میذاریم، مثلا اینو اینجا میذاریم. اگه به جای این مثلا اینو بذارم، نمیدونم برمیگرده یا که نه، الان آزمایشش میکنیم. خب من خودم هنوز دقیق نیستم. پولش بدم. خب برو. نه این نشد. خب برو بریم ببینیم چی میشه. نرفت که. فکر کنم یه چیزی رو اشتباه درست کردم، یه لحظه ببخشید. به جای اینا فکر کنم صبر الان کرافتینگ درست کنم، کرافتینگ همو نیاوردم. به جای اینا فکر کنم باید اون یکی رو درست کنم که اون یکی هم بذار ریل بنویسم. ریل. الان من اینو درست کردم، فکر کنم باید اینو درستش کنم. خب اشتباه از من بود. میرم اینا رو درست کنم، گلد نیاز دارم. خب برم گلدم بیاریم. اینجا سنگا اسملت شدن راحت. دوباره اینا رو میذارم داخل این که دوباره درست بشه. خب برم گلد بیارم، چرا اونجا ریل درست کنم و بیام. خب گلدم آورد. گلد یکی همون ریل رو درست کردیم، بعد این ریل رو میخواست واسه همین نشد که دوباره برگرده.
خب این سنگه رو که خوشگل کرده فکر کنم کافیه. اینجا رو اول بکنم بعد این سنگه رو بذارم که خوشگل تر بیاد اینجوری. اینو هم از اینجا بکنم بعد به جاش اینا رو بذارم. اینو اینجا میذارم، اینجا میذارم بعد خب کتو این آخری دوباره از اینا میذارم، اینجا هم یکی میذارم بعد اینجا از این بلوکا میذاریم و اینو هم بشکنم. بهتره یکی یه بلوک اینجا بذارم، بهتره اینجوری فکر کنم بهتره. خب اینو هم بذارم، اگر رو این بذارم خراب که نمیشه. یه جعبه اینجا باشه به خاطر این و یه جعبه هم اینجا باشه به خاطر این. اون طرف هم همینطور. خب اینم از این، بعد یکی اینجا ول میکنیم یکی هم اینجا ول میکنیم. خب این دوتا اینجوری دارن میچرخند ولی این نمیچرخه. چرا؟ فکر کنم به خاطر چیه که ردستون جلوشه. یه لحظه دوباره امتحانش کنیم. آره به خاطر ردستونه، بعد ردستون یه جوری دیگه درست کنیم. یکی اینجا میذاریم و دومی رو اینجا میذاریم. خب درست شد. حالا دیگه میره و میاد. ببینید اینجوری. خب این یکی که این طرف است، این مثلا عقبه، این واسه کوله. من کولمو اینجا گذاشتم فکر کنم. آره و مقدار زیادی کول هنوز تو خونه دارم به خاطر این پیککسم فورچون 3 داره. من رفته بودم تو اون غاره سنگ کندم، بعد هرچی کول اومده جلو من برداشتم. به خاطر همین کولم خیلی زیاده فعلا. اینم اون عقبی بذاریم اون طرف. بعد این جلو مثلا هر چیزی که میخوایم اسملت بشه این جلو میذاریم. الان این ببینید کل داره داخلش اینجور خود به خود یکی یکی داره میره. همشون مثلا به اندازه کافی، به اندازه مساوی دارن میرن، ولی اینجا نرفته. نمیدونم چرا این کلش تموم شده، به خاطر همینه. ولی همه رو اینجا گذاشتم. اینا رو از اینجا بردارم، مثلا از هر دو طرف اگه بذاری دیگه راحت اینجوری اونجوری میره. خب اینم از اینم دیگه داره کم کم پر میشه. بعد مثلا من این الان میخوام چی دارم که اسمیل کنم، سنگ دارم. تو این مثلا میخوام یه سنگ اینجا اسمیل کنم 13 تا. ببینید الان میاد. خب این سنگا رو ببینید از اینجا برداشت دیگه، برد داخل اون. اینم برداشته دیگه، بعد بذاره داخل اینه. نمیدونم چرا نمیذاره. فکر کنم رو اینا باید هوپر بذارم من از اینا. خب اینم بهتون بگم اگه مثلا من زیاد دارم اشتباه میکنم به خاطر اینه که من خیلی وقت بازش نکردم، این ماینکرافت رو بازی نکردم، خیلی چیزا رو فراموش کردم. ولی بازم تا جایی که بتونیم خودمون وسایل درست میکنیم و چیزایی که مثلا ایده خودمون باشه. به خاطر همینه که بعضی چیزا رو من عجله درست میکنم ولی فراموششون کردم. الان مثلا باید رو این اوپر باشه تا کار کنه و من اون موقع نذاشتمش. خب اینم از اینا رو که درستش کردیم، بعد این دوتا رو ولف میکنیم اینجا. بعد اینم از این. خب اینجوری مثلا این جعبه واسه کولاست که فکر کنم همه رو گذاشتم. بعد اون یکی جعبه واسه اینه که مثلا سنگ داخلش بذاریم، از این سنگه مثلا فکر کنم یکم بالا است. بعد یه نماکاریش کنم، خوشگلش کنم، اینجا پله هم بذارم، برم بالا اینو بذارم اینجا. بعد بیام اینور اینو بذارم اینجا. خب همینجوری که میبینید در خود به خود روشن میشه. آره اومد.
بعد اینجوری دیگه خود به خود مثلا چیزهایی که من میرم این پایین بر میدارم اینجا میذارمشون، خودشون مثلا درست میشن تا وقتی که ما این مزرعه رو بچینیم یا مثلا یک کار دیگه میخوایم انجام بدیم بریم، بعد اینا خود به خود درست میشن دیگه. نیازی نیستم اینجا بمونم اینو بکشم اون یکی رو بسازم، ولی نماش یکم ناجوره، ولی تو آفلاین ببینم میشه چه کارش کرد، خودم درستش میکنم و اون موقع شما انشالله میبینید. الان ببینید یکم بهتر شد، بعد این پیداست. بعد اینجا رو بگیرم یه نمای خوشگلی بهش بدم. خب دوستان برقامون یکم پرید و خاموش شد سیستم و این که گفتم اینا رو درستش میکنم تو آفلاین، خودم میسازمشون. بعد نحوه ساختشو که به شما گفتم و سی نماکاری دی خودتون میدونید چه کارش کنید. بعد اینم نحوه ساخت رو گفتم، بعد چند طبقهش کنید مثل امون. بعد اینم درست کردیم و این مزرعه خوشگل که اینجا بهش نما دادیم این چطوره حتما تو کامنت ها بهم بگید. و این که اون طرف ما صاف کردم به خاطر این که میخوام یک طویله درست کنم واسه این گاوا و گوسفندای خوشگلمون و یه چند تا چی اسبم بیاریم، بعد خوکم بیاریم، همه اینا رو بیاریم درستش میکنیم. و این تریدینگ هول یک زامبی کم داره تا اون تریداشون کم بشه، ولی واسه زامبی باید برم ندر و ندر حتما اگه ویدیو 100 تا لایک خورد میرم ندر، اگه نخورد دیگه انشالله بمونه واسه بعد. فعلا اینا رو درست کنم، این جهان رو درست کنیم. اگه 100 تا لایک شد میریم تو ندر. ما وسایل ندر رو داریم، همه رو آماده هستیم، ولی ببینیم شما چی کار میکنید. خب امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو اگه ندارید حتما سابسکرایبش کنید. و این که اگه میخواهید دفعه بعدی نمای اون چی درست کنه خود ما رو ببینید، انشالله ویدیو بعدی رو از دست ندید. و این که تو این روزا حتما مواظب خودتون باشید، خودتون میدونید به خاطر چی میگم، حتما مواظب باشید. و تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. به قول ما بلوچه وشه.